سلام، خیلی خوش اومدید به چنل IRNY Lovers. نمیدونم ویدیوهای قبلی چنلمون رو دیدی یا نه، ولی اگر ندیدی این ویدیو رو حتما ببین چون یکی از مهمترین اپیزودهای چنل همین ویدیوه. اگر توی لاتاری 2025 آمریکا میخوای ثبت نام کنی و شرکت بکنی، حتما باید این ویدیو رو ببینید چون قبل از اینکه هر کسی لاتاری شرکت بکنه باید یه سری توضیحات تکمیلی رو از این قرعه کشی بدونه. برای همین من این ویدیو رو ساختم تا جواب تمام سوالایی که تو ذهنت به وجود اومده رو بدم و توضیحاتم به ذهنت انتقال بدم. خب دیگه وقت و الکی من هدر نمیدم چون حرف زیاد داریم توی این ویدیو دیگه. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ادامه مطلب، اگر فکر میکنید محتوای چنل من براتون جالبه و به کارتون میاد، حتما چنل رو سابسکرایب کنید و یه کامنت انگلیسی بذارید تا سابتون نپره. کلمه لاتری اصلا به انگلیسی معنیش چیه؟ خب همونطور که از اسمش پیداست، لاتری به معنی همون لغویش به معنی بخت آزمایی یا همون قرعه کشیه به انگلیسی و این قرعه کشی به دیوی لاتری معروفه که میشه همون دیورسری ویزا لاتری به معنی لاتاری و ویزای تنوع. خب دیگه اصلا لاتاری یعنی چی؟ این همه معنیشو گفتیم و اینا، خود لاتاری چی رو میخواد برسونه؟ لاتاری یه نوع قرعه کشیه که توسط دولت آمریکا انجام میشه و به صورت تصادفی افرادی رو از کشورهایی که مجاز هستن توی این قرعه کشی شرکت کنن انتخاب میکنه. این افراد که همون برنده لاتاری هستن فرصت درخواست ویزای ساکن دائم رو دارن یا همون گرین کارت که به اونا اجازه میده به راحتی توی آمریکا زندگی کنن و کار داشته باشن یا کار کنن و میشد گفت بهترین و بی دردسرترین راه، یعنی همه چی ترین راه واقعا مهاجرت به آمریکا لاتاریه. حالا ما این همه داریم راجع به لاتاری میگیم، اصلا کشورمون مجاز هستش توی این لاتاری شرکت کنیم و ما میتونیم اصلا ثبت نام کنیم؟ خوشبختانه ایران و افغانستان چون بیشترین بازدید کنندگان چنل من و پیج من از این دو کشور هستش، خوشبختانه میتونیم ثبت نام کنیم و کشورهای ما جزء کشورهای مجاز برای ثبت نام هستن. اصلا برای چی آمریکا میاد این قرعه کشی رو انجام میده؟ هدفش چیه؟ به چه دردش میخوره؟ همونطور که میدونیم آمریکا بعدش نمیاد مهاجرایی از تمام کشورها داشته باشه و تنوع زیادی داشته باشه از مهاجرا. برای همین هر سال یک بار این قرعه کشی رو میذارن تا از کشورهایی که نرخ کم مهاجرت دارن به کشور خودش یک قرعه کشی میذاره و به اونام ویزا میده. مثلا کشوری مثل هند چون هر سال به غیر از لاتاری مهاجران زیادن تو آمریکا، برای اونا مجاز نیستن. خلاصش میشه هدف این برنامه ترویج تنوع و افزایش تعداد مهاجران از کشورهای انتخاب شده است. حالا برای ثبت نام ما اینجا دیگه یه سری شرایط داریم که باید حتما بدونیدشون. حداقل مدرکی که نیاز شما بتونید جداگونه توی این لاتاری شرکت بکنید چیه؟ حداقل مدرکی که شما نیاز دارید برای ثبت نام توی این قرعه کشی دیپلم 12 ساله هست و اگر دیپلم فنی حرفه‌ای یا دیپلم بزرگسالان یا دیپلم تحصیل از راه دور رو دریافت دارید نمیتونید قرارشون بدید، فقط دیپلم 12 ساله حداقل ورودشه. اما خب دیگه مقاطع بالاتر مثل ارشد و یا همون فوق لیسانس و اینا میشه. حالا اگر این دیپلم 12 ساله رو ندارید باید شرط سابقه کار رو شما قرار بدید، یعنی جایگزین مدرک تحصیلیه. افرادی که مثلا تحصیل کمتر از 12 ساله دارند یا همون دیپلمایی که گفتم و دارن نمیتونن شرکت بکنن، باید به جاش 2 سال سابقه کار داشته باشن که اونطوری میتونن جداگونه ثبت نام بکنن جای دیپلم. یه سوال دیگه، حداقل سن برای ثبت نام جداگونه توی لاتاری چیه؟ لاتاری خودش رسما شرایط سنی خاصی نذاشته، اما خب چون حداقل مدرک و دیپلم گذاشته تقریبا باید حداقل 18 سالمون باشه. اما سنای پایینتر مثلا 16 17 سال فکر کنم با داشتن 2 سال سابقه کار هم بتونن ثبت نام کنن. اگر زیر 18 سالته و نمیتونی جداگونه ثبت نام بکنی، تو باید زیر مجموعه پدر مادرت ثبت نام بکنی. وقتی اسم پدرت داره ثبت نام میشه، یه گزینه داره میتونه فرزندش که همون تویی رو بده و زیر مجموعهش حساب بشی. همینطور برای مادر، یعنی 2 شانس داری برای برنده شدن، هم از مادر و هم از پدر. حالا اگر 18 تا 21 سالته که دیگه واقعا دوره طلاییته، هم میتونی جداگونه ثبت نام بکنی و هم میتونی زیر مجموعه پدر مادرت حساب بشی که اصطلاحاً بهش میگن 3 شانسه. ولی از 21 سال که بگذری دیگه نمیتونی به عنوان زیر مجموعه پدر مادرت ثبت نام بکنی. مدرک زبان و یکی از نکاتی که من خودم خیلی واقعا دوستش دارم به عنوان لاتاری اینه که برای لاتاری نیاز به هیچ مدرک زبانی نداری، یا اصلا اگه زبانو هیچی نمیدونی اصلا مهم نیستش دیگه. میگن بیا همون تو کشور آمریکا خودت یاد میگیره دیگه، همچین نوعیه. پس مدرک زبانم نمیخواید برای ثبت نام لاتاری. برای ثبت نام لاتاری باید یه مدارکی رو داشته باشیم و که بتونیم توی اون فیلدایی که داره پر کنیم و ثبت ناممون تکمیل بشه.
این مدارک همون اطلاعاتی که توی شناسنامه‌تون یا پاسپورتتون هست قرار داره و همونا رو باید پر کنین توی اون فیلدها یا همون مؤسسه‌ای که میدین براتون ثبت نام بکنه. به علاوه یک قطعه عکس که این عکس واقعا هر سال بزرگترین دردسر ثبت نام همین قطعه عکسه. یکی از دلایلی که من پیشنهاد میکنم برای اینکه با یه مؤسسه ثبت نام لاتاری هماهنگ باشید همین قطعه عکسه. اونا کارشناسانی دارن که این قطعه عکس‌ها رو بازیابی میکنن یا بهتون میگن مشکلاش چیه و این حرفا. خلاصش اینه که مثلا شما جفتگوشتون باید پیدا باشه، حتما بک‌گراند پشتتون باید یه چیز خاص باشه، مثلا یه طرح سفید خاص باشه، اینطوریه. خلاصه اینم شد از مدارک مورد نیاز، همون اطلاعات شناسنامه یا پاسپورتتون رو به اضافه این قطعه عکسی که وقت دارید براش. یکی از مهمترین سوالا و بیشترین سوالایی که تو دایرکت از من پرسیدید بحث پاسپورته. بذار اینطوری بگم، تو این چند سال پاسپورت لازمه لاتاری بوده، یعنی حتما باید پاسپورت داشته باشید. اما سال گذشته گفتن که برای ثبت نام لاتاری حتما به پاسپورت نیازی ندارین و امسال هم هیچ خبر قطعی ندادن، هیچ کسی نمیدونه تا وقتی که سایت باز نشه و ببینین. برای همین من بهتون پیشنهاد میکنم چون هنوز نمیدونیم هیچیو، برید پاسپورتتون رو بگیرید، چون 10 روزه فکر کنم میدن دیگه. حالا ما این همه راجع به لاتاری صحبت کردیم، هیچی نگفتم که زمان ثبت نامش کی شروع میشه و کی تموم میشه. الان میخوام بگم زمان شروع ثبت نام لاتاری 2025 آمریکا 13 مهر الی 17 آبان 1402 هستش، یعنی چیزی حدوداً یه ماه وقت دارید. جواب به آخرین سوالی هم که میخوام بدم همون گزینه سربازی هستش. برای ثبت نام لاتاری اصلا نیازی به کارت پایان خدمت ندارید و اگه سربازی نرفتید هم میتونید شرکت کنید توی لاتاری. اما بحث اینجاست که اگر قبول بشید و برنده بشید برای خروج از کشور نیاز به پایان خدمت دارید یا این حرفا که با وثیقه اینا درست میشه فکر کنم، ولی برگشتنتون به ایران دیگه دست خداست. خلاصه این بود از ویدیوی توضیحات تکمیلی لاتاری. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر بازم سوالی دارید توی بخش کامنت ها برام بنویسید و من همه رو توی استوریای پیج جواب میدم. راستی پیج خودمونم یه سری سورپرایز برای ثبت نام لاتاری داره که این هفته خبراشو حتما براتون میگم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.